سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومد به یک ویدیو تحلیلی دیگه از مجموعه بروکر پلاس. توی این ویدیو میخوایم 4 تا از جفت ارزهای مستعد بازار فارکس رو بهتون معرفی کنیم. مبدأ مقاومتی حمایتیش رو هم مشخص کنیم. جفت ارز اول یورو سی اچ اف، همونجوری که مشاهده میکنید انتظار داریم که بعد از یک حرکت صعودی، در واقع اصلاحی صعودی، دوباره حرکت نزولی خودش رو ادامه بده. محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی رو هم توی چارت میتونید مشاهده کنید. جفت ارز بعدی که با هم بررسی میکنیم پوند انگلیس به دلار استرالیا هست، جی بی پی آی دی. همونجوری که مشاهده میکنید انتظار داریم قیمت یک پایین دیگه بزنه. بعد از جمع‌آوری این نقدینگی توی محدوده حمایتیمون با تایید تایم فریم پایین تر میتونیم خریدار قیمت باشیم. به عنوان اولین تارگت هم خود این سقف یا 50% این شادو رو میتونیم در نظر بگیریم. جفت ارز بعدی پوند انگلیس هست به دلار نیوزیلند. این جفت ارز رو دیروز هم مشخص کرده بودیم، یه حالت هانت داشته محدودمون. این مقدار کلا توی ویدیو دیروز با هم مشخص کردیم. همچنان در واقع محدودمون معتبره و میتونیم انتظار ریزش رو از همین محدوده به قصد این ساپورت داشته باشیم. برای در واقع سیو سود هم میتونیم به عنوان تیپی اول این محدوده رو در نظر بگیریم که تیپی اول خودمون قرار بدیم و تیپی نهاییمون هم محدوده حمایتی باشه. جفت ارز آخری که توی این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم فرانک سوئیس به ین ژاپن هست. برای این جفت ارز هم سناریویی که در نظر داریم سناریوی نزولی قیمت یک حرکت صعودی داشته باشه، برسه به محدوده مقاومتی، تاییدیه تایپ رو پایینتر بگیریم و دوباره به قصد حمایت اینجا از معامله خارج بشیم. تیپی اول این معامله هم این خط افقی میشه که روی چارت انداختم. امیدوارم این تحلیل هم براتون مفید بوده باشه. فقط به این نکته دقت کنید تمام محدوده هایی که رسم کردیم نیاز به تاییدیه تایپ فریم پایینتر دارن. موفق و پرسود باشید.